چرا تخفیف‌ها باعث می‌شوند چیزهایی بخریم که لازم نداریم؟ تا حالا شده وارد یه فروشگاه بشی یه چیزی رو که لازم نداری فقط به خاطر تخفیف بخری، بعدش هم با خودت بگی چرا اینو خریدم؟ چرا این اتفاق میفته؟ آیا مغز ما در برابر تخفیف‌ها ضعف داره؟ مغز ما فکر میکنه این یه فرصت محدوده، پس سری میخریم که از دستش ندیم. وقتی میبینیم یه محصول 500 تومن بوده و حالا شده 300 تومن، حس میکنیم کلی برد کردیم، در حالی که شاید اصلا بهش نیاز نداشته باشیم. ما به جای اینکه بگیم اگر نخرم 300 تومن تو جیبم میمونه، میگیم وای 200 تومن تخفیف گرفتم، در حالی که 600 تومن خرج کردیم. خرید کردن باعث ترشح دوپامین میشه، همون هورمونی که باعث لذت و خوشحالی میشه حتی اگه چیز غیر ضروری خریده باشیم. پس چه کار کنیم؟ قبل از خرید از خودت بپرس اگه این محصول تخفیف نداشت باز هم میخریدم؟ اگه جوابت نبود بهتره پولتو نگه داری. تا حالا شده چیزی رو فقط به خاطر تخفیف بخری و بعدش پشیمون بشی؟ برام تو کامنت ها بنویس.